دوره پایان از میکنم خدمت عزیزان دوستان درس امروزا واحدی راه اندازی محرک به صورت چپگرد و راستگرد. سرور باید تاکید کنیم واحدی همین چپگرد و راستگرد یکی از معمول ترین روش های راه اندازی محرک است. اکثر جاهای ما نیاز داریم که محرک ما هم به یک طرف و باز به طرف دیگر هم حتما راه اندازی شود. مثال ما یک مکانیزم بالا بردار داریم، یعنی هم به طرف بالا و هم به طرف پایین. ما مثال یک در داریم برای گشودن و برای بستن و همچنین ما یک نقاله داریم که یگان کنویر داریم برای به طرف راست بردن و باز برگشته آوردن. یعنی همین نمود مثال های نون مثال هایی هستند که در آنها همین روش چپگرد و راستگرد استفاده می شود. یعنی این روش چپگرد و راستگرد روش معمولی است و در هر جایی که ما نیاز داشتیم استفاده شود. و سر اول بریم مورد همین موضوع چپگرد راستگرد یک بار میبینیم که این چی معنی دارد، از کجا برمیاد. مثال ما چطور یک محرک روش عوض کنیم. این نقشه همون معمولی بود، نقشه راه اندازی محرک با صورت دوم صورت نقشه ما بود. همون نقشه ما این نقشه چپگرد راستگرد سعی می‌کنیم تا که شما چگونه به همین نقشه آمدن یاد گیرید. این محرک ماست، ما محرک از پیش نگاه میکنیم از طرف همین شافت این ولی که ما میگیم و از همین طرف به هم میتیم کدام طرف چپگرد و کدام طرف راستگرد است. شما بینید اگر ما معمولا اگر L1 با U1 L2 با V2 و L3 با W1 اگر وصل شود محرک ما به صورت پیشواز چپگرد است. یعنی به همون نقشه که حاضر ما داریم اگر محرک راه اندازی کنیم باید محرک ما چپگرد باشد. L1 V1 3W1 اون محرک ما در اینجا راستگرد است، اما مشکل نیست به صورت پیشورد باید چپگرد باشد. این برنامه مقصد ما کفالت نداریم که چپگرد راستگردش درست است. خب الان ما اگر برای که محرک ما سمت روش دیگر کنه حاضر ما نمودی چی داشتیم؟ راستگرد داشتیم، یعنی به طرف راست چرخش کرد. برای که محرک سمت عوض کنه برای ما کافی است که جای دو سیما یعنی جای دو فازه را که از منبع به محرک می رود عوض کنیم. یعنی ما از این نقطه اگر خواهیم ما جای دو فازه عوض میکنیم از منبع خواهیم پیش از محافظه بهترش همون دو موقع معین است. فرق نداره ما بعد از محافظه اگر خواهیم عوض میکنیم یا بعد از کانتاکتور فرق نیست از کدوم نقطه باشد. اما اگر روشی که مثال راه اندازی با صورت دوم باشد معمولا یا پیش از محرک یا که پیش از محافظه یا که بعد از محافظه که وصل میکنیم موزیر میگیریم و پیش از محرک که آسان تر باشد ما پیش از محرک عوض میکنیم. یعنی فازه سوم علاقه ما با دوم فازه دوم با سوم داریم. یعنی که محرک ما علاقه چپگرد شد یعنی سمتش عوض کرد و همین کار ما باید با استفاده از کانتاکتور انجام دهیم. این روشی که ما دستی جای دو فازه عوض کردیم نه در همه جا این قلای نیست. ما میتونیم در همه جا مقصد
اویم مثال زمانی که برای ما لازم است محرک با طرف دیگر تو خورد باید بریم سیموشا عوض کنیم. این روش ساده راه اندازی محرک با طرف دوم بود. ما نیاز داریم به یک کانتاکتوری دیگر. نسخه برداریم نامش میمونیم K2M کانتر و انتر اوکی جای سیمو ایون باشه. پس سیمکشی اول مدار قدرت انجام میدیم. یعنی زنجیر قدرت فازه یکم درآمد هر دو کانتاکتور یکی یگان لازم نیست که ما گوناگون کنیم فازاشون یکم فازه یکم در درآمد یکم کانتاکتور تیغ یکم کانتاکتور دویم در دویم و سیوم در سیوم. اما قسمت برآمد اگر بینیم ما در قسمت برآمد فاز یکم اینجا فرق داره که شما فاز یکم با دویم یا دویم با سیوم یا که سیوم با یکم هر دو چیز است جوشون عوض کنید. فقط قاعده هم است که جوی باید دو سیم عوض شود. این من فاز یکم علاقه با سیوم دویم میگذاریم به تغییر بیستد سیوم با یکم علاقه اینجا علاقه از من چی دوست پشتی باش این اول سیم رو درست کنیم. این با یکم در مدار زنجیری فرمون باشد ما یک کانتاکتور را اندازه یک کانتاکتور نه و دو کانتاکتور را به صورت دویمه استفاده میکنیم. این من نسخه برداری کردم و اینجا گذاشتم که شما این SC2 ما یک استاپ داریم و دو تا استارت نیترال را هم که وصل میکنیم فازم از این قسمت اومد به این قسمت. این علاقه که دوی این اینجا استاپ اگر بینید شما S0 S1 راه اندازی محرک به صورت دایم S2 هم راه اندازی محرک به صورت دویم فقط اینجا تیغه خود نگاه دارنده کانتاکتوری دویم. یعنی ما علاقه به روشی چپگرد راستگرد آمدیم واضح نقشه راه اندازی میکنیم و میبینیم در کدام نقطه علاقه نقصان هست در نقشه ما. S1 وصل میکنیم محرک ما راستگرد راه اندازی شد استاپ S2
محرک ما چاپگرد راندوزش. یعنی طبق نقشه اگر بینیم نقشه درست است. چاپگرد راستگرد ما راندوزی شد. اما یک کمبودی که در اینجا هست، شما اگر بینید اگر زمانی که K1 و K1M و K2M اگر همزمان اگر وصل شوند، یعنی کنتاکتور یکم اگر وصل باشد کنتاکتور دوم هم وصل شود، اینجا اگر بینید L1 با L3 و L3 با L1 اتصال کوتاه می شود. یعنی این خطری که در خود راه اندازی چپگرد راستگرد است، نباید همزمان هر دو کنتاکتور راه اندازی شود. یعنی ما حاضر بینیم من محرک با طرفی راستگرد وصل شده. اگر من S3 را وصل کنم، یعنی سیمولاتور ما علاقه رسشی کوتاه احساس کرد. یعنی حتما باید قلف الکتریکی یا که قلف مکانیکی هم حتما میگذاریم و اینا رو میبینیم که با کدام نمود گذاشته میشه. قلف الکتریکی را ما گفتیم اگر در صورت بینید این استفاده بری از تیغه های بسته مقابل است. یعنی من در مسیر K1M تیغه بسته K2M وصل میکنم و در مسیر K2M تیغه بسته K1M. یعنی به خاطر که زمانی K2M وصل بود K1M وصل نشد و زمانی K1M وصل بود K2M وصل نشد. انا همین است قلف الکتریکی. نامش هم میگذاریم K2M در مسیر K1M علاقه K2M است. در مسیر K2M علاقه K1. و نقشه را هم اندازی میکنیم. اتصال کوتاه این دیگر اشتباه بود و این مشکل را که رفت شد. K1M K1M K2M. حاضر بینید ما K1M وصل کردیم. زمانی K1M وصل است ما K2M وصل کردن نمیتونیم. یعنی بینید تیغه بسته که در مسیر K2M بود علاقه باز شد. استاپ نکنیم K2M ما اگر استاپ میکنیم باز ریورس وصل میکنیم. محرک ما راه اندازی شد به طریق چاپگرد. با استاپ راستگرد. اینجا بهترش ما نوشته جوتو رو جوشونه ایواز کنیم. این به این شکل. یعنی نقشه ما کامل شد. یعنی ما حمایت گذاشتیم از وصل نشدن دو تا کانتاکتور. اما یک مشکل دیگر هم اینجا وجود دارد. در این نقشه ما اگر اپراتور هر دو کلید وصل یک جای پخش کنه، هم S1 و هم S2 رو یک جای اگر وصل کنه باز اتصال کوتاه به عمل میره. یعنی محرک ما استاپ است و یک بار هر دو حاضر ما همین لحظه را
یعنی بینید زمانی که ما S1 و S2 را یک هر گوشه یک زمان پیوست میکنیم، یعنی میبینیم که باز اتصالی کوتاه شد. یعنی محرک استاپ است، یک زمانی که محرک ما قطع است در حالت اول، یعنی بین هر دو تیغا بستن، هم K2M و هم K1M. این حمایت داشتگی ما بود. هر دو اینو اگر ما وصل کنیم، هم S1 و هم S2 را، در یک زمان هم کنتاکتوری K1M و هم کنتاکتوری K2M وصل می شود که این هم یک خطر بگیم دارد و محرک ما در نقشه ما اتصال کوتاه به عمل می آید. اما معمولا همین نقشه برای چپگرد راستگرد استفاده می شود، یعنی شرط نیست که ما همون نقشه کاملترش هم بررسی کنیم، اما ما نقشه را همشه میگذاریم تا که در یک موضوع همه نقشه‌ای که آید چپگرد راستگرد هستند شما کاملا بررسیشون کنید. خب اما از این مشکلی برآمدن حاضر ما دیگر روش استفاده میکنیم. شما اگر همین کلید وصل قطع بینید، نستارت، هم کلید استارت بینید، هم تیغه بسته دارد و هم تیغه باز، هر دوی. و ما میاییم قلف هم باز در تیغه بسته این و تیغه باز این میگذاریم، یعنی به این شکل. یعنی همین S2 ما هم تیغه باز دارد هم تیغه بسته. من یک تیغه بسته S2 را در مسیری حاضر از قسمت این، یعنی این نموده ما این نموده استفاده میکنیم که هم تیغه بسته داشته باشه هم تیغه باز. اما برای نقشه ما آسان فهمتر باشد ما به شکل زیرین میکنیم. این تیغه بسته را در اینجا میگذاریم، در مسیری S1 تیغه بسته S2. در مسیر S2 تیغه بسته S1 این هم S1. یعنی ما در اینجا بینیم هم در مسیر S1 تیغه بسته S2 را گذاشتیم و در مسیر S2 تیغه بسته S1. یعنی بینید همون مشکلی علاقه باید که رفع شود. برای که ما S1 وصل میکنیم علاقه مسیر S3 را قطع کرد و S3 را اگر وصل کنیم مسیر S1 قطع کرد. از این نقطه حاضر ما همون مشکلی که داشتیم همونا، یعنی بینید هم زمان وصلی استاپ هم زمان وصلی S1 S2 یگان نتیجه نداده است. یعنی محرک ما را نه چپگرد نه راستگرد وصل نکرده است. میبینید این است همون حمایه قلف مکانیکی با نامیگذارن. برای که ما زمان S1 وصل میکنیم، اینید S1 اگر وصل کنیم S2 را تیغش
теғае ки S2 аз масири S1 гузаштагӣ аст, аллакай ягон натиҷа намедиҳад. ана ҳамин аст нақшаи комили чапгард розгард. Шумо ҳам ҳимояе ки дар инҷа доштед ҳам аз теғаҳои бастаи контакторо буд ва ҳам аз калидои васл қатифон. ва дар дарси оянда насиб бошад боз дар мурди 3Dшам баррасӣ мекунем.